مادر تو شعر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدایی در زمینی من، ایا مادر فدایت من. السلام علیکم بیننده های عزیز، سلام میرسانیم بهر هر یکی شما. من امروز آمدم برای تبریک کردن یکی از مادران خاکسار، مادران مهربان، سارانه، فرمانبی دهه عزیزمان. امروز جشن زادروز دارند. از نام اکملکه، از نام اویله‌شان، از نام نیگنویتی، از نام پریزاده و شاهرام و کلین پاشای خاندان تبریک میکنیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شما عزیزان با هم میبینیم. با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم. من امروز باز در یک کاشانه زیبای سارانه خوش آمدتان میگویم. خاله جان عزیزی ما، یکی از مخلصان بهترین ما، در هر یک روزی خرسندی که ببینیم البته میگویم که سخن تبریکاتی را از زبانشان شنویم. من امروز خودشان زادروز دارند، یک تا قرصک زنیم تا پیش ما آمدگیشان. مرحبا. السلام علیکم. اخیر آمده زادروز مبارک. از عهده گپ برآمدیم، اخیر آمدیم شما تبریک کنیم. امروز زادروزتان مبارک. امروز میلاد عمر، روز تولد را مبارک باد میگوییم. امروز سارانه چخیلی که چندین فرزندهای اصیل را، چندین مرد بچه هایی که در دهه آهلی هر یکی آنها خدمت کرده، نامشان را تا حال خدمت کرده ایستاده، با وی رسانده، چندین کلین های نازنین آورده. خاندانتان پرفیض و پرنور است. بگذار شما همچون عبرت کرده، مثال آورده بهر جوانان نشاندهی می ارزد. امروز زادروزتان مبارک. امروز چند پدر آمده؟ 17.5 یا 16.5؟ 20 می. میمانا چند ساله بماند؟ نه 17 بالی. بگذار هم خیلی جوان شده کرده. امروز سارانه اندامی که اومده که ما؟ اندامی بچه هم دیا؟ کدام اصلا؟ یک خیلی بدونم کدام چی بودیم. آره چی بودم که خیلی بدونم؟ سرپری شود گفتیم. از نامی نفره که شما را مادر گفته قبول کردن، گفتن که برایشان رسانید و میفهمم. مادرم عشق مریض، جانم به قربانی تو است. جانی من قربانی آن دستانی لرزانی تو است. میروم سوی غریبی، مادرم غمگین مشو. در غریبی یادی من دایم به فرمانی تو است. تو اگر دوری زی چشم، مادر به دل نزدیکتری، چون که مادر این دلی من روی دستانی تو است. باش من از نام خانواده اکملکه، از نام نیگنویتی که در مسافرت هستند، از نام شاهرام جان، از نام پریزاده و کریم پاشا نبیره کلین شما تبریک میکنیم. نیگنویتی چندین بار تاکید کردن رحمت گوید، منت دارم، من خرسندم، این خیلی مادرم هست. من بیمیلانم میگم مادرم هستم. و جای مادر رو همیشه دعاگوی فرزندان من، همیشه دستگیر خاندان ما، خبرگیره خاندان ما فرشتش. هر یک روزی خرسندی ما به سر و بر شده میگشته انسان. بسیار هم من خرسندم که کلینی خیلی خاندان بودگیم. من فخر میکنم چخیلی که من به مهر مادریت دادن، من از همه بیش و کمی دنیا خبردار کردم. من حاضر برای کلینی من جای من را نشان نداده، انم مهر محبت خودشان کردی، انمی خاندان ما را پرفیض کرده ایستادیم. زادروزشان مبارک باشد، تا دنیا باشد و 120 ساله شوند، در سری ما 30 سال سایبان شده گردن، هیچ وقت در دو همه نبینن. دوست می‌داریم همیشه سری ما بگردن. هم خیلی دهه عزیزمان با چقدر یک زنی فعال هستند، خاندان هم با منم خیلی زنی فعال. این خانه در این خانه هر یک خانه های ما را خبر گرفته میگردن، خبرگیره که به منت ما دوست می‌داریم. مادر جان عزیز من، برایشان رسانید که تو هستی در شب تاری، دلم مهتاب مادر جان. نباشی دل شود یک خلطه زرداب مادر جان. اگرچه زندگی کرده است دل سنگم، ولی به تو دلی سنگم شود از دوری های آب مادر جان. سرفرازت کنم در چشم خلقی روی دنیا من، زی تو آموخته فرهنگ و هم آداب مادر جان. دعا کردی سخنور باشم و شعر و غزل گویم،
شود با هر دعایت شعری من جذاب مادر جان. شدی 70 ساله تا به 70 دیگر ای کاش نبینم هیچگاه من تو را ناتاب مادر جان. امروز در روز خورسندی شما چقدر سخن‌ها کم است. من در اینجا حاضر نبیرتان البته با همراهی اکملکه ما این خیلی بزم زیبا را تشکیل کردیم. از دوری ها ایستادن ایگنایتی چقدر نیت های نغزشان را رساندن و در اینجا توفه های ارزنده هست. میخواستیم آنها را تکلیف کنید از بیرون یا کدشتین. اگر تا آمدن آنها باشد میخواستیم با مهمان ها و سخن های تبریکاتی آنها را شنویم. کدامشان هم تکلیف کنم سارانه؟ دلفوزه برو معلمه هستی بید کنی دلفوزایتی معلمه مرحمت. البته yaxshi kunda yaxshi niyatlar bor, ezgu umidlar, dil izhorlari bor. Marhamatni taklif etamiz, yonlarda turib turamiz. Hozir esa aziz oyajonimiz uchun yaqinroq turamiz. Baroy modari mehribonamo, baroy sovrona, zani faoli dehay azizamon, piri barnodilamon. Mana dar ro'y dunyo as hamma kitobi qimmatbahotarin ki ba nom kitobi Qur'on است. Biyorid akmalaka, yakta qarsak mezane mehmonlar qabul mekunad. Muborak boshlab. خانجانی گلی صفتی خاندانشان دسته گلی زیبا تیار کردیم. مرحمت. فریزاد برای خانجانشان گلها را میسپارم. مرحمت. Aziz mehmonlar, aziz ustozimizdan yaxshi niyatlarni eshitamiz. Davlat tilida. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu yerda yig'ilgan xishoyi azizon, hamma o'tin xush omadeton nuri didar tojisa. Saroyti avvalambor shumoyam mana in ro'za zoad ro'za tomkadi. Tavalluddan kadi ro'za shukrona tomkadi. Tabrik muborak bo'lmay namoyon. Sizga dunyodagi eng kerakli narsa avvalambor sog'lik, salomatlik tilayman. Endi sizga baxtni Xudoning o'zi bergan. Chunki mana shu yerda 6 ta farzandingiz, 6 ta qizingiz, ya'ni 6 ta o'g'ilning orqasidan 6 ta qizni qilib keldingiz. Ularning orqasidan mana shuncha nabira ibaralarni ko'rib yuribsiz. Ilohim to dunyo turguncha turing. Sizdek eng mehribon, eng aziz, haqiqatdan ham ketmangiz aytgandek inson bu hayotda ikkita bo'lsa, bittasi shu siz deb o'ylayman men. Bu kishi bizga ammamizning, ya'ni biyimni ammalarini qizlari. Lekin shunaqa yaqinki biz bu kishini xuddi o'zimizni opamizdek bilamiz. Bu inson juda ham mehribon, juda ham mehnatkash, g'amxo'r. Shuning uchun ham mana bu kelinlarni nimalarga erishib yuribdilarda, mana shunday kunlarga kelinlar tomonidan ilohim so'raydi hamisha ana xonaton ba anam xel ro'zoyi naqshavat mon anam xel ro'zoyi naqzaton ba faqat omada gardi dunyo chiqataraki shimo ba umr dodagi boshad hamisha anam xel xursandi kadi do'stoya davrashma gurzonda gardi. Rahmat shimo bayam salomat bo'lsin. Rahmat, tashakkur qilgan muallima aziz, salomat bo'lsin. یک جمله گفته گذاشتن که سارانه من صاحبی 4 دختر کلین چخیلی که یک مادر مهربان بگذار این خاندانتان پرفیض باشد. همیشه در 6 تا
6 تا عروسی نازنین در خاندان خدمت هستند که هر یکی آنها همچون دختر هستند. گنرال قینانا میگویند که انمیک است. نامشان برآمدگی هیچ خیلی که یک فرمان بی یازدید در زبان بود. فرمان بی خاندان. شما انمی خاندان پیرش فرشته خاندان هستید. هیچ وقت دمی پیری را نبینید و همیشه مانند امروز در اطراف انمی نبیره و کیرین ها و ابیره و فرزندان دعاگوش نگرده. زاد روزتان مبارک. من در اینجا شیرینی زیبا را تیار کردیم. مرحمت پیشتر نزدیکتر بیارید کنید. شماشا گیرانیم. اکمالک شما هم نزدیکتر بید. مرحمت. مبارک باشد. زادروز مبارک. مرحمت کارد دراز کنید یک جای شیرینی را میبرند. مرحمت. دوستان و همدیاران عزیز مهمانان خوش آمدید به این درگاهی اکرم جان و زادروزی سارانه. الهیم سارانه صد بدرانم همه وقت 100 سالگیاشون و 120 سالگیاشون و خدمت کنیم. این آدم همه وقت خدمتی همه وقت الهیم بقوت گردم سر نیوره ایوره ها با توی باشی شده گردم. Assalomu alaykum, xeshtavoró. Mo nozir ham yakam zodruzi soroyangamjon omadagi. Iloyim hamisha sihat salomat boshan, sari marakoy molda marakazet shuda gardan. Huzuri kelin nevara, evara, chebaraoya binano. Hamisha ruzoy xursandiyashon va bo ham boshe. Ahama nas medagi angamnom soroyangamnom astian kum mearza. Hama vaqt roz hamma rozum va hamrohum astian yonakom va mestan masliyatgarakomun hastian. Hamisha sog' salomat boshadi angamnojon. Rahmat, tashakkur میگیم. مبارک باشن. زادروز مبارک. روزی خورسندی را مبارکباد میگیم. اکمالک تبریک میکنیم. یا رقص کتیمی. خوش نباشد اگر مهمانان حضور میپرسیم سارانه ایجابه اصول میکنیم رقص بازی بیرون با نباشد صورتهای شوخ میشود. من در این باد هوای زیبای آهلیکی عزیز یک جای همراهی سارانه میرقصیم خورسندی میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحمت.
میرسه.
کلان من 6 تا پسرم کلان کده الهیم حضور کاشنا دیده گشتم الهیم بینم ساخت سلامت گردن راهی دور رفته گویم ساخت رفته سلامتک کار بیان الهیم مکک که نکم راهی دور با ساخت سلامتک بیان توی کنن تماشا کنن چینن بیش نیت کوشو مرسن منم الهیم همین کوی حضور حلاوتشون دیده گردم از وقتی کشتگم همش مونده را به الهیم مکک فقط راحت دنیا بینیم الهیم زمانمون تین شوه ارزونی شوه امونی شوه پیشتر از زمان هیچ گشته نبیالیم که هم یکم ساخت سلامت گردیم بچه یکم حضور کش نبینیم همین مونا گوش کشتگی اهلیک با هم یکشون با ساخت سلامتی میطلبم ساخت سلامت گردن کسلوکو به خدا شفاتیه قرض رکو نجاتیه بچه یکش نکلون کده حضور کش نبینن نیوروهم ایوروهم گردکم بگردن الهیم چین نیت کم رسیم همین مونا گوش کگو به هم یکتون به رحمتی کلون چی هستی رجب؟ من کلنکای آوردیم همین کلنکم من 6 تا کلن آوردیم 7 تا کلن آوردیم هم یکوش نجا بجا کده حضور کش نبینم الهیم کلون با کلون شوی کلون در گپش نبروری کلون کتی نخ شوی خدا همین تنجی خاطر جمعی میدوده کلون بیاری کلون کتی گپی گنده گپی حرف این کلون مادرس با نرود این گپی خونه نبرورد اگر تنجی خاطر جمعی میشه خدا بر شکر 7 تا کلن آوردم یگون تاش کتی من جنجال نکردم غربت نشده هم یکوشون خدا بر شکر تنج تا تو من بختلی گشتیم زنشو هم یکوشون بختلی الهیم بخت کش نبینم تو یکوشون به خدمت کنم هم یکوشون نیبروهای ایوروی کلان کده حضور کش نبینم رحمت هم یکوتون با هم یکوشون 6 تا 7 تا کلنم همش من با دختر بین خدمت خودم با دختر نیست کلنکم من با دختر پشت پسرکم همین کلنکم آوردم حضور کش ندیده گشتم خدا با شکر هزار بار شکر دنیامون تین شد کلنکم وقتلی شود بچه چقوش نکلان کده حضور حلاوتش نبینن هم یکتون به رحمت شدیم من بیننده های عزیز امروز ما گنرال قینانه را مادر عزیز خاندان سارانه را در زادروزشان تبریک کردیم فرمان بیبی دهه عزیزی ما که هر یک کلینشان در خاندان همچون دختر هستند خیلی که برای هر یک عائله همچون نمونه مثال آوردن ممکن است بگذار این خیلی عائله ها زیاد شوند از قدم شما نظر کرده کلیناتون هم چنین یک عائله های خوشبختانه را برپا کنند همیشه از پشت فرزندها نبیره و ابیره ها حضور حلاوت دیده گردید سارانه چند تا نبیره و چند تا ابیره سانشون زیاده 12 تا ایوره 12 تا ایوره البته شما اصلا انسانی بای انمی دهه ما هم خیلی فقط روزهای خورسندی با آمده شما تبریک کردن گیریم بیننده ها در یک تبریک گفتیم که سارانه وقت شما ما تلویزیون با نبرامه رسیم خدای خواستش که من امروز در زادروزشان اشتراک کردیم از دیدن ما خورسند و خوشحال گشتن مانند هر روز و هر وقت با ما باشید با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید سلامت باشید رحمت رحمتی کلام باشید بچه‌م سلامت گشت تا دنیا بودن باشید سلامت رحمت امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم
افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان بر جسم و جانم پروا نکردی از جبر دنیا دوا نکردی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم با سرنوازی پروردی ما را بحر جهان